نغمه هنرمند مشهور کشور به چه دلیل وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی نغمه و شفیق مرید دامادش در کشور امریکا، طلاق نغمه از همسر دومش و شکایت های جدید منگل از خانم اولش نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند خوش صدای افهاد یکی از چهره‌های مشهور و هنری در هنر موسیقی افغانستان بوده است و کارهای هنریش را از سن نوجوانی آغاز کرد و توانست در مدت بسیار کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت هنری خاص پیدا کند. نغمه علاقه‌مندان و طرفداران صدایش بیشمار بوده است و در افغانستان و پاکستان پیروان هنر موسیقیش بیشمار می باشد. نغمه در 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، اما دیر نگذشت این دو از هم جدا شدند و نغمه با خانواده‌اش به امریکا رفت و بار دیگر ازدواج کرد. اما جدیداً خبرهایی در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه بار دیگر از همسرش جدا شده است و زندگی مستقل را در امریکا دارد. ولی یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید بوده است. وی جدیداً رابطه خوب با دامادش نداشته است. تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا وی وفات کرده است، اما تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. اما مدتی می شود نغمه دیگر به کارهای هنریش ادامه نداده است و در امریکا کاملا خاموشی اختیار کرده است. اگر این خبر حقیقت نداشته باشد، ما در انتظار نشر تازه‌ترین آهنگ‌ها از بانو نغمه خواهیم بود. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.